ассалому алайкум, зиндаи саломату хонобод сарбаланд бошед. ман ба магазин рафтам имрӯз. Вақте ки аз магазин баромадам, ба хона омада истода будам. Аз паси ман писарҳои ҳамин миллате ки мо зиндагӣ мекунем, номашро нагирам, шумо медонед кадом миллат аст, ман дар кадом кишвар ҳастам. Через кӯдакҳои ҳамин миллат ҳамин хеле гуфтанд ки ман мусалмонам, ба забони рус гуфтанд. Ман мусалмон. Баргашта нигоҳ кардам, ба ман ба забони рус гуфтанд ки мо шумоя намегӯем. баргашта рафтам, гуфтам аз пасам ба забони тоҷикӣ медонед чӣ гуфтанд? бисёр чӣ мегӯянд беҳаёӣ با آواز بلند چند مرتبه گفتن که ما اپای تو رو قطعا فلان میکنیم. فلان میکنیم به زبانی چی میگن؟ به شرمی گفتم مثلا میقپیم فلان میکنیم. به شرمی تازه تاجیکی. کی نشون داده است اینا رو؟ اینا یک جا گرفتن. سوال. البته که فرزندان ما تاجیکا. و من آمدم به خانه گلاسوای کردم با اون چند شفیاری که ما رو تو که دو شفیار است ما یک وقت کدامش که تاند ما رو از زمین شهر ما به شهر دیگه برای دقیقی میبرد فهمیست. به همونها فرستادم و خواهش کردم که بکنید و خشتبورانتان و شناسانتان کسانی که پسر دارن این گلاسویا رو فرستید. مسجد میره به امام مسجد خبر دید که در مسجد این موضوع رو جدی بیند. بله جدی بیند. حالا همین در تماشابینا شاید که گویند که خوب میکنن معلم شما رو خوب میکنن. مرا خوب میکنن میل کنن. لیکن دیگر رو باید نکنن. میدونید برای چی؟ برای پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم که کسی از شما منکر رو بیند باید که اصلاح کنه. یا با دستش یا با زبانش یا با دعا. بله این یک در حدیث دیگه اومده است که ایمان شما میگه پورا میگرده وقتی که شما با کسی چیزی خواهید که به خودتون همون چیز رو میخواهید. من که نمیخوام که با من کسی دشنام رو باری دیگر بیه و این رو باید که نخواهم با کسی که با او دشنام داده شود. این شهر ما در تاجیک‌ها بسیارن. اون بسیارن که از وین از استرافشان است 90%شون 10%شون از کلوب مثلا از وحدت از دوشنبه ما از دوشنبه 3 نفر هستیم قرآن تپه هستن میگه 90%ش از مردم استرافشان هستن. با زبانی تاجیکی تازه قطعی گفته است که اپا میقپم فلان شو با زبانی تاجیکی به شرمی خوندم امثال گفت ما آمدم خانه گفتم که رفته خبر دیدم که چرا این خیلی میکنن برای خودشون درد سر میکنن مرا میل کنن مرا در چی میگن شبکه‌های اجتماعی مرا دشنام میتیان دجال میگویند و اجینه سول میگویند و چی میگویند. من الکی عادت کردم اما فرق نداره چی در شبکه‌های اجتماعی با من دشنام میتیان چی میگن در همین روبروی چی در پس من الکی عادت کردم. من خدا میگه مرا صبر تی میروم برای اینکه پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم که بهترین بنده خدا کسی است که غضبش رو فرو میبرد. بهترین بنده خدا کسی است که نکی میکنه بدی نمیکنه. من در اویله مو دشنام میدادگی آدمون نیست. من در اویله به دشنام کلان شدم با اویله هستم. پدر مادر من دشنام نمیدادن برادرای من دشنام میدادن جیان های ما یگان کسی مو در اویلهش دشنام نمیدادن. شوهر من پدر دخترم یک گفت به شوخی گرم به شرمی گفت که من رویش گفتم که این اول و آخر باشد. چرا گفتم شوخی نکنین. ما هر چی که به شوخی میگیم که به شرمیم ملائکه دست روز شب مینویسند رقیب و عتید مینویسند. خب رحمت گو با من مرا اصلاح کردی. یک بار گفتم اون اول آخر شد. من میگم بشنو که با من پدر مادر برادر شوهر فقط معامله خوب کردن. لیکن اینهایی که مثال که به من دشنام دادن فرق نیست از اون نفرانی که در چیز شبکه اجتماعی در من کامنتری مینویسند. لیکن من سکوت میکنم در کامنتری ها من شما رو زباکی را میکنم. زباکی را زنده باشد. میگن که انسانی خوب رو یک سخن خیلی خوب رو قنچین. من اینقدر که شما گفتم به شما که کارا نمیکنید بوم مینویسید باید نشست که رومول شما مثل پلاتینس است. رومول من چگونه هست نیست یگان عورت مرا نشون نمیدهد. چرا شما آن بلوگرهایی که با همراه شوهرشون هستن حجابای دراز به زمینه دارند لیکن کسمتیکاشون قاعده‌ای هست لباشون سرخ کردگی چشمشون کشیدگی دهانشون تا به گوشون گیس کردگی میخندن اونو کمبودیشو نمیگیریم. میگه که کسی پارچکا ایتا باید دستگیری میکنیم. اونو سوم جدا میکنن برای اونها. خانه دارن در دارن ماشین دارن سیر گشت جهان نمیگرم. من نه خانه دارم نه در دارم نه ماشین دارم. یگان زیب زنده من نشون میدم. اون برام میگه که رومولتون مثل پلاتینسای مثل ساچوقا چخله که هست یگان جای مرا نشون نمیدن. من چگونه یک میپوشم یگان زیب زنده
به شما نشون نمیدم. یک تا سرمه میکشن که سرمه دیگه نمیکشم. چشمان من اگر ببینه که سرمه کشیدگی مونم باشه که من سرمه خیلی لاشی نمیکشم. میدونی چی؟ همون رمضان بود فکرم آخرام بود کشیدم یا که پیش رمضان بس کردی بودم. یعنی که بس کردم سرمه کشی رو. برای که بسیار قرطه میگیرین شما تمام من به شما میگم که تمامی حرکت انسان هایی که به یگان چه که شما قرطه میگیرین، انسان هایی که همه چی رو دارن که قرطه نمیگیرین، سطر دارن کسمتیکا دارن قرطه نمیگیرین، سطر دارن با همراه شوهرشون میخندن دهنش تا به گوششون تبسم میکنن قرطه نمیگیرین، کرسی پارچ که میگین من که شوهر ندارم هر چی که میخوای میگین گفتن گیره جمعی میگن که با گپ احمق سکوت میگن که سگ میجاکت قرآن به روحش میرود. پیغمبر محمد صلی الله علیه و میگه که در حدیثشون بهترین میگه انسان کسی است که غضبش فرو میبرد. من غضب موقع میشم که استغفر الله میگم که یه گپی گنده نگم. گفتی رحمتی مادر من که هر کس گپی گنده گفته میتونه بدی هر کس کلمه میتونه لیکن یکی رو کس کلمه میتونه مادر رحمتی میگه که پایین یکی نداری بدی نکن. برای من هیچ وقت بهشون داشتم نمیدیم. حتی ما میبینم در این یوتیوب کار کرده هستم همون بلوگرای همین تاجیکی ما هستن خواهرایی که داشتنامه میتونن خیلی داشتنامه بیشتر میتونن با همون رو هم قدر دستگیری میکنن هم قندتون بزنین آفرین بله با همون فعالیت دارم سون میگیرن از یوتیوب. من فعالیت دارم سون نمیگیرم لیکن رحمت برای گپای پست بلندتون و آن نفرانی که برای من لایک میمونین تماشا میکنن و پادپیس میکنن انشالله که در عمل خیری من شما اشتراک ورزیدگی هستین. بله میگوید که یک عالم بزرگ که یا که عالم باش یا که طالب علم باش یا که دوست دارنده طالب علم و عالمان باش چهارمش نباش که هلاک خواهی شد. انا شما نفرانی که به من لایک میمونین تماشا میکنین مثلا پادپیس میکنین پادپیس میکنین شما انشالله که در قیامت از عمل نیک انشالله که شما وای میشید چی میگن نصیب میگرده به شما و شما عمل نیک رو خواهید گرفت. و در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و است که کسانی که عمل نیک میکنند در این دنیا و هم مانند هستند در قیامت آنها رو خداوند در یک جنت داخل میکند و اگر که نیفت همون رفیقش رو پس میگه رفیق ما رو به نزدم بیارید. ما بالا که شما که جنت رفتید که ما که نباشم گویا که معلمه رو بیارید. من که به جنت خداوند نصیب گردونم میگن که همون تماشاگران و مثلا پادپیس کردگی من رو پادپیس کردگی من رو انسان‌های خور به نزد من به جنت داخل کنید. این هست در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و که کسانی که همنشین هستند و هم فکر هستند و هم اندیشه هستند و هم دین هستند و هم چی میگن مسلک و هم مهارت دینی دارن اون در قیامت در یک جنت جور میشه انشاءالله. انا میگم همتون عزیز فرزندانتون رو در کجایی که باشه نظارت کنید نصیحت کنید یکی دشنام سخنان نکنید. البته یک دیگه میکنن نسبت به دیگه خوب با دیگه میکنن در کار چگونه باید نظارت کنید. خب